من خواهر تو نیستم. تو چی ها میگویی ثابت؟ مگر این راست است؟ یاداری که یک شب در لب دریا نشسته همدردی میکرد؟ بله. انا همان وقت با تو گفته بودم که یک خواهر دارم. آن دختر همین کس است شهید. با چی قدری دیگر مرا آواره میکنی؟ بس از سفسطه های تو رو خوب گوش کردم. خدایا خداوندا، مادامی که خواهری تو باشد پس با پیسگار چی علاقه دارد؟ نمیدونم. بار آخر او را که دیده بودی؟ چند سال پیش او را از یتیم خانه گرفته بردند. از پی او شدم. آخران مراتبه او را از دور دیده بودم. تقریبا 14-15 ساله بود. به نزدش رفتنی بودم، اما او را ناگهان گم کردم. اکنون چیکار میکنی ثابت؟ نمیدونم بگید. نمیدونم. دخترم نازکم، تو رو با کجا بردن؟ تو رو از من کی گرفت؟ خدایا مدد کن، التجا میکنم. یکسر از دخترم یگان خبری است؟ التماس رو یاب، التماس. آرام شو. دخترم رو صحت و سلامت میابیم. یگان کار کنیم، با پلیس خبر دهیم. التماس این خمیش نباید با پلیس خبر دهیم وگرنه احوال نازنین بد میشود. پس چی کار میکنیم؟ چی کار یکسر؟ دخترمون در دست آنها میباشد. آنها از من یک چیز میخواهند. چی میخواد؟ چیزی که خواهد میدهیم. حتی من جانم رو برای دخترم میدیم. برای چی دخترم آن رو گریزاندن؟ بگو. دعوای فردایی میخواهند که گناهکاران را آزاد کنند. این خیلی باشد آزادشون کن. چگونه؟ این آدم ها تمام کشور را محو کردند. همه آنها سرداران گروه های تروریستی هستند. برای من فرقش نیست. خواست کردنی وطن تنها وظیفه تو نیست. من دخترم رو میخوام. مرا گوش کن ایسون. وطن ما آنقدر به قدر و قیمت نیست که بازیچه 3-4 نفر احمقان شود. آیا دخترت یگان قدر و قیمت عمل دارد؟ خودش چی گفت؟ البته که دخترم نیز مهم است. هر دویش برایم عزیزند. خدایا باید یکان کار کنیم ثابت. دختر سودیه را گریزاندن. مرافعه پگاه. شخصی مکان دختر را میدانستگی تنها. از هیچ کدام شما نمیترسم. مثل شما بر این واهمه ها رو بسیار دیدم. خیر.
اکنون فهمیدید که شخصی خطا را گریزانده اید. هر دیتان جواب این کارتان را میدهید. سعیده، سعیده، این منم، برادرت ثابت. اگر تو یکون کار کردن نتوانی من خودم میرم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی ایسون؟ با پلیس زنگ بزنم. برای چی یکون کار نمیکنی؟ برای چی؟ حیات دخترمون در خطر است. آیا نمیفهمی؟ ایست، آرام شو، آرام شو. من چیکار کردنم را میدونم. سیده، به فکرم تو مرا به دیگر کس مانند کردی. نام پدرت یووس، مادرت عایشه، برادرت ثابت. من برادر تو هستم سعیده. من سعیده نیستم. نامی من ارزو است. چیزی میخواهی گفتن گیر. تو خواهر من هستی سعیده. یقین میدانم. باور نمیکردم که بعد چند سال با تو وا میخورم. این احمقی است. یا دروغگوی خوبی هستی یا اینکه حیله‌گر خوبی. تو را دیگر گوش نمی کنم. سعیده، ایزی زخمی در گردنت بوده رو میدانم. اگر خواهی به تو نقل کنم. آن روز ما رو مجبوری از هم جدا کردن. التماس خواهرم را نبرید. با یادت آمد؟ ساعت چند شد؟ خواب نمی روی نجیب؟ خانم تو خواب کن، من خواب ندارم. کمی با این حجت ها سر و کار گرفتنم لازم. در این نیمی شب بخیر باشد. در این نیمی شب یا مهمدو است یا اینکه رنا گفتنیم، اما کنیست. لبای شب خوش نجیب سردار. عذری که در این ساعت شما را تشویش دادیم. اشکال نیست. چهره شما بسیار همشناس است. من یوکسل مشم می باشم. سودیه که دعوای ارکن کاندو را بدوش دارم. آید کدام مسئله آمده اید؟ دخترم را دزدیدند. وای خدا، باز این چی گپ است؟ با ما گفتن که اگر به پلیس خبر دیم دخترمون رو میکشن. دیگر چاره نداره. تو با یادم اومدی نجیب، چون که از پی این دعوا تو میباشی. شاید مشکلی ما را آسان کنی. مرحمت، به خانه درآیید، در درون گپ میزنیم. یگان چاره میابیم خدا خواهد. بیا ایسون. مرحمت درآیید. پنج ساله بودی. زنی آمده تو را به دخترخانه گرفت. التماس خواهرم رو نبرید. تو رفتن نخواستی.
من از تو جدا شدن نمیخواستم. ما از هم جدا شدن نمیخواستیم. هر دویمان مبارزه میبردیم. تو گریه میکردی. اکا التماس ما رو با آنها نده. از دست من چیزی نآمد. پس تو افتیدی. گردنت زخمی شد. قسم باشد اینقدر وقت در کجا بودی؟ برای چی یک بار نگفتی که به خواهرم چی شده باشد؟ نه خود که نگفته باشم. از تو پرسان می شدم. با کجا رفتنت رو به من نمی گفتند. یک شب از آن مکان گریختم. در کوچه ها گرسنه و تشنه ماندم. در باغ ها خواب می کردم. همیشه در جستجوی تو بودم سعیده. آخرین مراتبه وقتی تو را دیدم با مکتب می رفتیم همراه آیله نود. به نزدت آمده نتوانستم. برای چی ناامدی؟ نتوانستم. ما رو باز جدا میکردند. همه این را باری هم به من نگفته بودی ثابت. اکنون شنیدی؟ بله. عاقبت به دیدار هم رسیدیم. دیگر جدا نمیشویم. دیگر جدا نمیشویم همین خیل. قریب بود که مرا میکشته. این کس به طرفی من سلاح کشو. اگر نمی آمدی گوش کن خانم، یک دختر را رب بودند. آن دختر یکی از سودیه های مشهوری می باشد که فردا پرونده مهمی را می بیند. تو هم در نزد آن سودیه بودی. من نزد قاضی تنها صحبت کردن رفتم. چند بار دیگر گویم من از دختر یکان خبری ندارم. یک دقیقه اید. تو یکان سخن آقای سعیده شنیدی؟ آیا دیدی که او را تهدید کردند؟ نه، با گوشهایم نشنیدم. فقط تخمین میکنم. سعیده، مگر اون دختر تو نیستی؟ نامی من آرزو مرا دیوانه نکنید. نمیدانم، فهمیدید؟ یگان چیز رو نمیدانم. مایلش آرزو، آیا میدونی که سفید کننده چگونه شخصیت ها هستی؟ همه اونها صاحب کارانی با ناموس و وطن پرور می باشند. چه خیل ناموس، چه خیل وطن پروری. همان با ناموس و وطن پرورانی میگفتند پدری مرا کشتند. گوش کن سعیده، شاید علاقه نداشته باشه. شاید که چهره حقیقی آنها را ندانی. دختر سودیه را دزدیدند. باید او را یابیم. ما باوری داریم که او را با امری پیسگار دزدیدند. ما باوری کامل داریم. التماس یاری ده. در خوردیه تو را هم دزدیده بودند. خودت را با جای او تصور کن. فکر آیله او را کن. التماس با ما یاری ده.
در دفتر کاریم بودم. ادوکات زنی اومد. نامش چی بود؟ آرزو بود، اما نسبش به یادم نیست. آرزو سیحن نمی ادوکاتی که امروز به هم یاد آمده بود. ها بله، به خاطرم اومد. نگو به خونم در اومدن. حتی چی بودن این کار رو نفهمیدم. روی راست ما رو تهدید کردن. گفتن اگر با پلیس خبر دهی دخترت را میکشیم. اگر پسگور آزاد نکنی. بله، من باشم به نزد تو آمدم نجیب سردار. التماس میکنم یاری ده. اگر فهمن که به نزد تو آمدم خدا نشانه دهد. دختری 7 سالم خدا من جزای اینها رو دید. از او چی میخوان؟ کاش که ما را میبردن. این چی به وجدانیست؟ چگونه ظالمیست؟ فکر نشوید خاله، ردم آنها رو میابد. باز دخترتان رو به شما میارد. همین خیلی داده؟ خدا خواهد میابه. نباشد ما حالا به امنیت میرویم. با امنیت؟ نگران نباشید. یگان کس با خبر نمیشود. دخترم کسی مرا بیار. هر دویتان مرا خوب گوش کنید. بسیار هم صحنه پر احساس تماشا کردیم، اما حالا باید آن دخترچه را یابیم. من باوری دارم که آرزو با ما کمک میکند. همه این معلومات هایی که آید به ارکن کاندو داریم و تو میفهمانیم. حاضر باید زودتر عمل کنیم. آیا میدونی که این شخصان چند مرتبه ما را کشتن خواستند؟ آنها در این حیات از همه بی‌رحم‌ترین، بی‌شرف‌ترین، احمق‌ترین انسان‌ها هستند. به تو نشان میدهم که خدمتگاری که میباشند. میلش به شما یاردم میدهم. مکان دختر رو یافته میتوانی؟ یک چند آدمانی قبیله رو میشناسم. شاید آنها مکان دختر رو دانند. میلش یک جا میرویم. ما چیکار کنیم ثابت؟ نگران نباشید، ما با آرزو دختر را گرفته میآییم. من هم میآیم. سردارم 2 دقیقه آنها رو تنها گذاریم. اکا و خواهر بعد اینقدر سالها یک جور شدن. باشد، شما روید. بیا میرویم. خیره، همراه تو با یگان مقصد رسیده نمی شود، اما کمینیم. سردار اومد. خس تینجه سردارم، نیمی شب مراجعه زدید. نگران شدیم. شنید، به شما گفتنی هایی دارم. مرحمت. شنید. تشکر. میلش در خزینه انباری بوده است. آقای قبیله از من خواهش کرد که با این کار مشغول شوم. برای همین پرسیدم میلش ما میاییم. من و یک دوستم. بله. محله سرگزی در یک انبار می باشد. بسیار خوب رفتیم. با شرافت تو یک کودک نجات می آبد امشب. تا حال نمیفهمم که آقای قبیله چه خیلی این کارو میکند. رفیقان، حالا بسیار هم یک عملیات مهم و مخفی در پیش است. سودی آقای یوکسیل محاکمه فردا را به عهده گرفته است، اما دخترش آدم های پیسگار دزدیدند. برادران،
ягона умеди ман шумо ҳастед. ягон асноде дар дастамон ҳаст, сардорам. чуноне ки оғои юксел ба мо хабар дод, маҳз худи адвокат Орзу Сейҳан омада ӯро таҳдид кард. отиф, чӣ кор карданатро медонӣ? медонам сардорам. тавассути телефон ёфтани макон. оғои юксел, ҳоло моро иҷоза деҳ. ин амалиёт бояд махфӣ бемонад. итоат сардорам. фаромӯш накунед, ҳаёти духтар дар хатар аст. از کار آزاد کردن زکی احیا عالی جناب شد. زودتر سحر شود از اینجا برایم. کم دیگر صبر کنید. نجیب، تو به خانه‌ات نرفتی؟ رفتم اما خوابم نبود. گوسفندهایت رو حساب میکردی؟ مایلش یک دو سه چهار پنج تمام شد. تا حال خوابم نامد. حالا که فرصت داری حساب کردن گیر نجیب. این منظره را دیگر دیده نمیتوانی. کنی همه یک جو پنیر گوید. پنیر پنیر. در کامپیوتر خودم میمانم. هر وقتی که حالم بد شود این رو دیده کیف میکنم. نجیب، روزی تولد تو کی بود؟ برای چی پرسیدی؟ برای سنگ روی قبرت. پدرم مرا دیرتر به خود گرفته بود، اما تا آنی که به خاطر دارم 20 آگوست سال 1970 است. تشکر. اما تو زحمت نکش. من هم جایم را و هم سنگم را تیار کردم. شکر خدا، ما از خداوند میترسیم، نه از مرگ. راحت باش. راحت باش. باز چقدر انتظار میشم؟ اگر با دخترم یگون چیز شود من به او چی کار میکنم؟ خاطر نشوید خانم ایسون. انشالله دخترتون رو مییابیم. صحت و سلامت او رو به شما میدهیم. او رو با کجا برده باشن؟ خواهش میکنم او رو زودتر پیدا کنید. دادا جان مرا نجات دهید. دمد را گیر میگویم. از سر باز دو وای داری. ака хонум орзу занг задам. ҳамроҳи касе ба инҷо омада истодааст. аҷоиб гап задам. ҳамроҳи кӣ? намедонам, лекин омада истодааст. ба дигар одамҳам хабар диҳам. сар диҳед маро, сар диҳед. اکا چی کار میکنی؟ این آدم ها خطرناکند آرزو. تو نمیدانی. احتیاط باش. همین است آن دختر. بله همین کس بود. سردار، متاسفانه مثل سویلای این دختر هم به اداره پولی عزیزه بشران خوانده ادوکات شده است. این ادرار پولی آنها چی بلای دارد؟ حکمتش در چیست؟ همه‌شان از یک پلک میبرایند. کنی صبر کنید. سردارم با تلفن مکان را معاین کردیم. در طرف های سریگزی بوده است. در حال میرویم. او را یافتید؟ شتاب نکنید. رفته اول میبینیم. شما در اینجا استید. خدا خواهد دخترتان را صحت و سلامت میاریم. راه گرد میدو. من آجم رو میخواهم. آجم رو میخواهم. اما همینجا. اکا با دقت باش.
نترس دخترم. ما اومدیم که تو رو به نزد پدر و مادرت بریم. آنها در کجایند؟ منتظری تو هم. بیا میرویم به نزد پدر و مادرت. رفتیم. یگان جا نمیروید. سلاحت را پرتاب ثابت. 500 متر بس به طرف راست میگردید. دو کوچه پس به طرف دست راست کرد. خوب شده است. ارزو خطا میکنی. پرتا گفتم. به طرف من پرتو. چی کار میکنی ارزو؟ کاری میکردم رو؟ چی تو خیال کردی که بعدی چند سالی طولانی تو رو دیده به آغوش میگیرم؟ گوش کن ارزو، تو رو فریب دادن، سرت رو ویران کردند. بله، سرم رو ویران کردند. اون همه حرامی هایی که تو و اویلم در وجود من گذاشته بودی، آنها رو شسته تازه کردند. مرا صاحبی کردند. ثابت. خطا میکنی. آنها انسان های درویه و قاتل میباشند. همش را برای اثبات میکنم. در کجا میگردید؟ آمده مرز خانم. دختر رو گیرید. سلاح ها را هم تستد. را گرد. خاموش با. آهسته، آخر او کودک است. احمد را گیر. قرار است دخترک نباشه دیگر نه پدرت را نه مادرت را میبینی. فهمیدی؟ کی باشه؟ کی هستید شما؟ پلیس. امرو با دقت باش. قرار است. نترس. چی گپ شد؟ پلیس همینش نمیرسید. ارزو تسلیم شد. یگان جا نمیگریزی. تو رو دستگیر میکنم. میبینی؟ تو رفته با پلیس ها سر و کار گیر. او را سر بندید. زودتر. تو گوشی مرا بیزن. چی؟ زن گفتم نمیفهمی؟ مثل زن نه مثل مرد زن. اکنون سلاح را در سرم. آرامیز کودک. هر دوی این رو گرفتن با کل به جنگل بودن میبری. فهمیدی؟ ارزو مرا اسیر میگیری. فهمیدی؟ بعد از اینجا میرویم. باورمون میکنند. اگر نقشی خوب بازی کنی باور میکنند. اشتباه میکنی ارزو. اشتباه کلان میکنی. این کارت را نکن. آنها رو ببری. احمد را گیر. رفته. خاموش باش. وجدان رو راگا. مرا ببر. کمی رفیقان زودتر بیایید. نزدیک نشوید. این زن رو بکشم. سلاحات را پرتاب. ما پلیس میباشیم. یاری دهید. نزدیک نشوید. میکشم این زن رو. التماس یاری دهید. روید از اینجا زود. و تو گفتم که سلاحات را پرتاب. خوب هستی؟ خوبم. در وقتش اومدید. دخترچه در کجاست؟ او رو بردن با اون طرف. اندو در ها رفته. با من بیایید. خواب شده سردارم. در اینجا چی گپ شد؟ دختر و اکای ثابت رو گریزاندند. اکای ثابت؟ بله، هر دویشون رو بردند.
مرا هم قریب بود که میکشتند اما شما اومدید. راگر این کارو نکن، تو رو دستگیر میکنن. داره میرویم. ایست. عثمان زودتر و پلیس های اطراف برده خبر ده. سرکمیسر. تو ثابت رو از کجا میشناسی؟ او اکای من است. چه اکای توست؟ یعنی از یک مادر تولید شده ایم. با او برای گرفتن دختر اومده بودیم اما با ما حمله کردن. سرم گیج شد. سردارم گریختند. خب والا در امنیت به ما همش رو اثر میفهمونی خانم. چی شد سردارم؟ این خانم خواهر ثابت بوده است. خیری آنها کجا شدند؟ تلفن یکی ثابت خاموش است. برای چی همراه آنها نرفتیم؟ برای چی؟ سرکمیسر بیهوده خودتان رو سرزنش نکنید. اندیخ یکان حادثه ناخوشی رخ داده است. پس چیکار میکنیم؟ نمیدانم خیری، نمیدانم. یا اینکه با اون دختر باوری کرده خطا کردیم ها؟ به فکرم اشتباه کردیم. شاید برای خلاص شدن از دست ما دسیسه کرده باشد خیری. شاید ثابت را دستگیر کردند. لعنت به این کار، لعنت! کاش که با او یک جا میرفتیم خیری. آخر اکی ثابت هم از خودش باوری داشت. وقت تنگ از خیری، از دنبال دخترچه دزدیده شده شویم یا از پی ثابت رویم. هر دو مرافعه. اینطور باید فکر کرد. باید یکان کار کنیم خیری، باید یکان کار کنیم. بله یکان کار کردن لازم. هر چیزی که خواهید همان رو میکنیم. دو آدم به دفتر کاریم اومده گفتند که ما آدمانی پیکاس میباشیم. از من خواستند که محافظتشون کنم. اول قبول نکردم. در سرم سلاح مونده. مجبور قبول کردم. پیش از این آنها رو ندیده بودم. بار اول در امنیت با آنها شناس شده بودم، خود شما شاهده. خوش بعد آقای یکسر را گریزاندن. از من خواستند که با او سخن کنم. نگفتم. در سرم سلاح مونده. ثابت را چه خبر یافت؟ وقتی که از اتاق آقای یکسر بر اومدم، یک شخص مرا مجبور بود گمان کرد که دختر رو من گریزانده باشم. ناحق نبود. نامش چی بود؟ نامش بگمانم یگیت بود. بله یگیت. بعد که ثابت اومد من او را نشناختم اما او مرا شناخت. من خواهر اصلی او می باشم. با من از پیکاس و پیسگار سخن کرد. گفت که بسیار هم انسان‌های خطرناک می باشند. دختر را آنها گریزانده. من مکانی آنها را یافتم. بعد به اینجا اومدیم. ناگهان مرا سلاح به دستی احاطه کرد. یکی آنها مرا زد. بعد اکی ثابت و دختر را گریزاندند. پس یکی در کجاست؟ از ما منتظر خبر است. لبه سردارم. یکی در حال به امنیت آمدنت لازم. چی شد سردارم؟ اینش رو تو به ما نقل میکنی عالی جناب. حالا در کجای سردارم؟ حالا من در انبار میباشم. خانم آرزو در نزدم میباشد. خانم آرزو؟ ثابت چی؟ گفت در سر میراد که کسی ثابت و دختر رو گریزانده است. در حال به امنیت بیا معاین کنیم. اطاعت سردارم.
چی شده است سرکمیسر؟ خیری میدونستم که همین خیل میشود، میدونستم که همین خیل میشود. راه گرد. آخر چی گپ شده است؟ رفتیم در راه با تو بفهمونم. رفتیم زودتر. اقلا کودک را تلا نکنید احمق ها. دمت را گیمو از تو نمیپرسه. چی شد آقای نجیب؟ دخترم رو یفتید. متاسفانه او را گریزاندم. تو؟ دخترم در کجاست بگو. در کجا هست؟ با تو میگویم. استید من یکون گناهی ندارم. همش رو به آقای سردار گفتم. آقای یکسل آرام شوید. این کس مرا تهدید کرده بود. کنی بگو دخترم رو با کجا برده؟ به وجدان ها. خانم به وجدان ها. این صدا را آرام شو. آرام شوید. دخترم رو با آرام کجا باشید. برده؟ خوب آرام شو. آرام شو. دختر را آزاد کنید و مرا گیرید. هر کاری که خواهید با من کنید. به من دختر لازم است نه تو. گپ را نمیفهمی تو. منو جمع این قدر قوه داره. زنید. اگر آمده شما رو تهدید نمی کردم این مراتب همه رو می کشتم. بسیار ترسیدم. من آن آدم ها رو نمی شناختم. من از کجا دانم چی بودن این آدم دزدی رو؟ برای چی با گفته های شما باور کنیم؟ خواهید باور کنید خواهید نه. من راستش رو میگویم. با چشم خودتون دیدید که چه خیلی مرا کشتنی بودند. وقتی که ما با آنجا رفته بودیم آنها خانم را اسیر گرفته بودند. من با دختر شما یگان علاقه ندارم. قسم میخورم من هم مثل شما از آن آدم ها میترسم. آدم هایی که به نظر شما آمده بودند آنها کیا بودند؟ یکیشان رو پراندید، دیگرش باشد گریخت. هر دویشان رو بار اول است که میبینم. این خیل باشد این هم نقشه های پیکس است. اکنون بیکار شدن. پیکس میگوید که من از این کارها خبر ندارم. از این کار میبرد ما او را گناهکار کرده نمیتوانیم. سلام سردارم. باز چیکار کرده؟ باز چیکار کردیم سردارم؟ خانم ادوکت را شما برده؟ بله. پس آیا تو دیدی که او دختری آقای سوجه رو گریزانده است؟ راستشو بگو. نه راستی گپ ندیدم. کنی بیا. او خود را خواهر ثابت میگوید، این درست است؟ به خدا من هم حیرانم سردارم. دختر میگوید که با او ارتباطی ندارد، اما ثابت اصرار میکند که خواهرش است. ثابت در کجاست؟ آدم ها آمده او را بردند. تو با این کار سر و کار نمیگیری، سرت را میکپانم. من فکر ثابت را نمیکنم. او راه خودش را مییابد. برای من مهم دختر چه است؟ با این کار هم همراه نمیشه جورا. پس چی کار باید کنم؟ به خانه رفته دانه آفتاب پرست خورم انجره؟ چی کاری که میکنی کردن گیر. پروای تو را ندارم. شاید از همه راه خوبش این باشد که من از این دعوا دست کشم. اگر یکان سودیه دیگر رو وظیفه دار کنند همه کار رو میکنند. دیوانگی نکن یکسل. دخترم چی میشود؟ او را قربانی آن جانوران کردنی تو. چه فرق دارد؟ اگر آنها را حبس نکنید حیات دخترتان در خطر میماند. به محکمه میروی، آنها را آزاد میکنی. ما هم دخترم آن را میگیریم. همش همین. دخترم یافت نشود خودم را میکشم. بیانات خودتان را به دادستان آقای کمال میدید. اگر دادستان شما را گناهکار کند چیزی گفته نمیتوانم.
اگر دیگر کس شما را ناراحت کند پس ما باید با خبر باشیم. اگر خواهید به شما محافظ دهیم. این خیلی باشد آنها میفهمند که به پلیس مراجعت کردم. تشکر. سردارم حالا چیکار میکنیم؟ همه مرا خوب گوش کند. حالا ما نمیتوانیم که پیکاس و پیساگور را برای گریزاندن دختر گناهکار کنیم. آنها نمیدانند که ما با این سر و کار گرفته ایستاده‌ایم. به کسی خبر نمیدهیم. اگر من فردا به محکمه نروم از من شبهه میکنند. یگان بهانه کن. نمیفهمید. حیاتی من زیر خطر است. قرار دهنده آقای قاضی میباشد. البته با من یگان علاقه ندارد. اجازه دهید کارم رو کنم. خانم آرزو از محکمه برآمده وظیفه خودش را اجرا میکند. آقای یوکسل باشد در جای خودش میشود. وقتی که نازنین را صحت و سلامت نجات دادیم باز فکر میکنیم. حالا دیگر چاره نداریم. فهمو؟ چی شد؟ از کار محکمه پیساگور یگان خبر هست؟ به خدا 2 روز شد که من هم از چیزی خبر ندارم پدر. سلام. خوش آمدی ممدو. چی حال داری؟ خوب است؟ خوش باشید. میشود خوبم. آقای سوها شما چی خیل؟ امروز خوب ترم. شما چیکار کردید؟ پیساگور و افرادش به محکمه نبر آمد؟ نپرسید آقای سوها. باز چی شده؟ در بینمان ماند. مخفی است اما دختر قاضی را گریزاندند. تو چی ها میگوی ممدو؟ جای تعجبش نیست. چیکار کنیم دختر را تا حال نیافتیم؟ چی مگر او را عوض کردن ممکن نیست؟ فرق ندارد. حیات دختر زیر خطر است. آنها میخواند که قاضی را آزاد کنند. حیوان صفتان. از یک دخترچه بیچاره چی میخواهند؟ نابکاران. یگان ذره انسانیت در آنها نمانده است. نمیفهمم که انسان چقدر میتواند تا این درجه جاهل باشد. نخود او را آزاد کنند. دیگر چاره ای نیست. دختری خرد را دیده و دانسته به مرگ داده نمیتوانیم. اصلا یک احتمال دیگر است. اولی جناب همه کار مثل خواست خودمان میروند. آرزو همه کار را با آسانی حل کرد. دختر سودیا در دستمان میباشد. با محکمه یک چند ساعت دیگر مانده است. یعنی که آدم‌های ما امروز آزاد میشوند. خبری خوب سنی. تبریک میکنم. چی بوده است آن احتمالتان؟ آقای یوکسل را خوب میدانم. این انسان دموکرات و جسور میباشد. خاطر این حریفان را نخواهد دید. البته پدر خاطر هیچ کس را نمیبینند. دخترش در دست آنهاست. گفته نمیشود. نمیدانم. آسمان بلند و زمین سخت. اکنون حال کار را یا بگیر. اوف. ممدوح پسرم از تو یک چیز را میپرسم. گوش میکنم آقای سوها. یک چند روز پس مرا جواب میدهند. شاید پس از چند مدت مرا باز به اینجا آورند. شما از ما خوبتر میدونید آقای سوها. وقتی که با محبت خانه در آمدیم همش رو دیدیم. ممدو میخواد که این کار باز تکرار شود. گوش کنید. آخرین قرار رو خودتان میدهید. اگر رسما شاهدی مخفیگی را قبول کنید پس کار باز دیگر میشود. یعنی با نجیب سردار گپ زدن در کار. آقای زکی یحیی را گفتنی بودم اما حالشون قدر خوب نیست. تو یک گپ زن. من برای همه کار راضیم. به شرطی که مرا در درون نمانید. خوب شده است. با نجیب سردار گپ میزنم. تشکر. انشالله روزی میرسد که آن نوبکاران در نزد قانون در نزد عدالت ثبات میدهند. تا آن روز ما صبر میکنیم.
بعد از نوانگشته و گروهش یکی از بقوترین گروه همون که پیساگور و گروهی آن بود از دست دادیم. قوه‌های ضد ما که حکومت و همکاری او می باشد دایره ما را خوب تنگ کردند. تا امروز گروه هایی که در خواب بودند مثل خنجر، سرتلم و اتمچه در گیرسون مینه کفانده و در سمسون 2 پلیس را کشته کار خوب را انجام دادند. کارکنان حکومت را جنازه شهیدانشان بسیار هم مشهور شده است. ضربه مشتی که با وزیر انرژی در کیسری زده بودیم باید با دیگر عضوهای حکومتی هم دوام دهیم. منظره بند بینی هر یک حکومتدار نشانه عاجز بودن آنها را در نزد خلق نشان می‌دهد. از روی نشاندادهای در دربکر، تونچلی و شیرنک که کورت‌ها را علنگه کردیم، در گیرسون و سامسون این فتنه را هم کرده میتوانیم. بسیار هم فکر خوب اولی جناب. بعد از یک چند جنازه شهید دیگر در کیسری و انادولوی مرکزی خلق احساساتی شده علیه کردان حرکت میکنند و این به ما فرصت چندین سالمان را در دیاربکر از طرف کردها زمینه تشکیل میکنند. با همین طریق سرقانون نوی که باید امضا شود به خاک برباد میرود. اگر لایحه سرقانون نو از مجلس گذشته قبول کرده شود ضربه سخت هم برای نقشه های سال 2011 هممون می شود و هم برای انتخاب رئیس جمهور در سال 2012 هم. این تقدیر من بعده حیات انجمن بزرگ را حل می کند. یا اینکه دولت تماما نیست می شود یا اینکه از سر نو تولد می شود. همچون انجمن بزرگ با شما گفتنیم که فتنه و انگیزه های کلان را به راه مانده ایم. هممون یک جای در هجوم می باشیم. علاوه بر این نقشه های آینده همون را دیده برآمدیم. وقتی که پیساگور آزاد شد با او عملیات های مهم را شروع می کنیم. حالا تو می توانی بروی. با عرض و سپاس به پایان اولی جناب. اینها کجا رفتند؟ سردارم از دادستان آقای کمال اجازت گرفتند برای محکمه تیاری میبینند. اینش باز چه گپ؟ برای چی من بخبرم؟ نمیدونم سردارم. گویا که با محکمه نه و با شب نشینی میرفته باشند. از حد گذراندند. نیازی آقا یکسر کجاست؟ در اتاق شما سردارم. بسیار خوب. در یک دستم مشت در دیگرش غنیمتم ندارم با نقشه های تازه روزم را اکنون میگذرانم با کیف و صفا. به خدا را نمان مینیکم. سردار محکمه را از سرت میگیرد. این کلاهی مرا میگرفتگی حالا از مادرش تولد نشده است. من به این کلاه به محکمه نمیبرایم. اما خیلی این خیلی خوبتر می شود. سفیده اوپا هم بیارم می شود. من شرابی خنک می خواهم. ممدو این یا اینش؟ میدونی چی کار کن؟ یک پوستی حیوان رو در بدنت پوش زیبیدو داره. تخمین کرده بودم که تو ذوقی هم نداری. تیزتر شوید. 1 ساعت دیگر موند. 1 ساعت دیگر به آزاد کردن ما از طرف عدالت سود عالی مونده است. هیچ باورم نمی آید. آزادی یا محکوم بودن اینش رو بد میبینیم. تیزتر شوید. تیزتر. شما رو میفهم آقای یوکسل، اما با عهده گرفتنتان این دعوا را اونقدر آسان نیست. دخترم در دست آنهاست. دست و پایم بسته است. چه کار کنم؟ نمیخواهم که یگان رفیق دیگرم زیر فشار آنها قرار گیرد. خیر، دخترم در دست آنهاست، اما عاید این شخصیت ها دلیل های جدی موجود است. این گروه تروری می باشد. مسئله دولت است. اگر برای دخترم من امروز آنها را آزاد کنم، فردا چی می شود؟ ما بحث شخصانی را میکنیم که در آثارخانه‌ای که کودکان تماشا میکردن بمب را ترکاندند. میدانم که دخترتان در دست آنهاست، اما حالا دوای آن دست شده نمیتوانیم.
کمی برای ما وقت لازم است. بسیار غمگینم آقای یوکسل. از دست چیزی که اومد تو کردی نجیب. این عیب آنهاست. تو گناهی نداری. تا آدمی که دخترتان را نیابیم متاسفانه ما هم راحت را نمیبینیم. یک قدم خطایی که ما میزنیم شاید حیات دختر شما را برباد دهد. میدانم نجیب سردار. اگر امروز آنها را از محکمه آزاد کنید کسی نمیگوید که چرا این خیل کردید. لیکن وجدانتان شما را یک عمر عذاب میدهد. حالا یک دو میرکن کاندو در دست ما می باشد. بسیار هم مشکل است. یا این دوم را خوب نظارت کرده بدن آنها را میگیریم یا اینکه خدا نشان ندهد با یک ضربه سخت ما را با خاک یکسان میکنند. تسلای یگانه ما این راه پیش گرفته ماست. خداوند تا به این روز پشت و پناه ما بود و خدا خواهد بعد از این هم همین خیر خواهد شد. لیکن سودیه شما می باشید و قرار را شما می دهید، همراه وجدانتان البته. باری دیگر تشکر. من اکنون به محکمه می روم. وقت کم موند. از دخترم یگان خبری هست؟ متاسفانه نه. پس چیکار میکنه؟ به عدلیه می روم. من هم میروم یوکسل. مایلش رفتی. هی نام تو چی بود دخترک؟ نازنین. گوش کن نازنین، کمی پس از اینجا میروی مایلش؟ پدرم رو مادرم رو یاد کردم. مایلش میخوای که آنها رو ببینی؟ بله میخواهم. کمی پیش من بیا. گریه نکن. تو هم مثل پدرت دخترک جسور هستی. از هیچ چیز نمیترسی. همه خیلی نه؟ بسیار میترسم. نازنین، من یک رفیق دارم. نامش یگید. خودش هم یگید میباشد. او اومده ما رو از اینجا خلاص میکند. فهمیدی؟ گریه نکن. اگر تو اومدنی و گریه نکنی برایت یک بوزشه کلام میخرم. روزی؟ مایلش. بسیار هم خوب. حالا تا اومدنی او قرار نمیستیم. با اینجا نگر. میبینی؟ پنجره رو دیدی؟ بله. از آن میگذاری؟ فهمیدی؟ سرکمیسر از شب تا ایندم در اینجا چرا انتظاری؟ من ریشه نماندم که در جویم. انتظار میشویم خیری. به فکرم این ادوکات چه دروغ میگوید. آها آمد. خدا جانت را گیرد. من یگان گناهی ندارم خانم. برای چی نمیفهمید؟ راه کرده ایسون. رفتیم.
تو با من میروی؟ چی گپ خودش؟ گپ نزن، راه گرد. با من گوش کن. من شوخی نمی کنم. ثابت در کجاست؟ نمیدونم. من هم نگرانی او هستم. دروغ نگو. هرگز به من دروغ نگوی. گوش کن. من کی بودنی اون آدم ها رو نمیدونم، فهمیدی؟ اگر حاضر رفته به اونها یاری نرسونم مرا میکشن. میترسم، بسیار میترسم. میدانم که تو دروغ میگویی. اگر خواهری ثابت نمی شدی کلیت را کیها کنده میپرتافتم. انشالله که اکنون راست میگویی. از اکای ثابت یگان خبری نیست؟ این دختر را من تنها نمیگذارم خیری. باوری کامل دارم که او دروغ میگوید. اگر از دنبالش شویم چی؟ من چی گفتم خیری؟ من چی گفتم؟ او را هرگز تنها نمیگذارم. ها بله. وقتی شما گفتید که او را تنها نمیگذارم تا آخر نگفتید که او را تنها میگذارید یا نه. برای همین من کمی خواطر شدم. من کیها باز گپ شما رو فهمیدم. یعنی از دنبال او میشویم. همین خیلی سرکم سر. خیری لبای سرکم سر. گپ نزن خیری، گپ نزن. اگر خواهی که زنده مانی خب کن. خاموش. کنی بیو؟ اوب رفتیم. آفرین. نترس. کنی بین؟ بسیار میترسم. من که این ثابت میترسم. در بیرون یکم کس رو ببینه. نه نمیبینم کسی رو. اگه ثابت میترسم. نمیبینم. حالا باشد سرت رو آهستکک از پنجره بیرون کن. هستر کمی دیگر جانم. کمی دیگر. نمیتوانم گفتم. تو دختره که با عقل هستی. کوشش کن سرت رو از پنجره براری. اینجا بسیار بلند است. من از اینجا میترسم. اینجا خیلی بلند است. من از اینجا فراری. تمام شد. آتم رو میخواهم. شد. تمام دخترم. نازنین با تو چی مسئله کردیم؟ تو اکه یگیت آمدن گریه نمی کنیم. کل می آید. کمی پس اینجا می شود. با تو وعده میتیم گریه نکن. آقای زکی یحیی شما حالا هم همین جایید؟ آمده است که چیزی چهرهش را جمع کند. شکر که در این مملکت مقامات های وجود دارد که شخص های سرکش و چی بودنشان را نشان میدهند. عجبا با خکاری میروید یا اینکه با من؟ اگر با من شد با اختیار خودم استعفا میدادم. در شما یک ذره شان و شرف انسانی وجود ندارد آقای کوبیلای شاهین یا اینکه پیکاس. خیر اگر امروز آزاد شویدم در دست میلاد الکای افتیده‌اید فردا نجات نخواهید یافت. تیر از کمان کیها باز خلاص شده است. بازگشت ندارید. در ما دست های موجود است که آن تیر را از آسمان بازگرداند. آقای دادیتا خیلی به مورد گفتید. اگر به من باشد پیش رای تیری برآمده راست نمیستم. به هر حال تیر است. با رای خفناک میرویم. سردار ماشین ها آمادن. حالا یک خطا شوید. در یک خط ایستید. مارش. استقامت سالن محکمه می باشد. پسر را گردید. آقای قیامینی چی گفتن یاداره؟ مرحمت شهر دیگه. محترم خبرنگاران، من یکی از عالمان برجسته این وطن می باشم. این
عیب من نیست که از کرسی دانشگاه به این حال افتادم. این شرمندگی دولت میباشد. چگونه قرار انتظار است آقای کیمینی؟ اگر خواهند منو محبس روان کنند، مثل ما برای انسانها در محبس ایستادن این شرف است. اگر که در درون بسرم یگان فلاکت آیت امورم هم، پس میبینید که از درون تابوتم راز میسه، از اینجا به سر بلند میبرایم. این رو خواهید پیکاس تو با ما میروی؟ مایلش با تو میروم، این رو میدونم. تو به من یگان جای رفتن نمیتوانی. من از تو بازگاه میخوریم محترم خبرنگاران. ممدو چیکار کردید؟ ба роҳ баромадем. рост ба маҳкама меравем. چی شد رانو؟ به محکمه میروند. کنی پرس کی را قاضی تعیین کردند؟ سودیا چی شد؟ оғои юксел бисёр ҳам инсони ҷасур мебошад рано. ман ба ӯҳда мегирам гуфт. мо ҳам ягон гап нагуфтем. آقای یوکسل بوده است. ممدو کار دارم، او را سرگردان نمیکنم. نتیجهش رو به من خبر ده، فراموش نکن. майлаш то боздид. خدا نگهبانت باشد یوکسل، به کار حق باشی. انتظار میشویم کنی بینیم او چی کار میکند. چی کار هم میکرد پدر؟ مگر دخترش رو به آتش میپرتاید، مجبور میشود همشان را آزاد کند. گپ تو حق است. در این حال آزاد کند هم کسی به او چیزی نمیگوید. شکر که تا حال پدرانی هستند که در فکر فرزندانشان میباشند. دختر جانم، غمگین نشو ایسان. چرا غمگین نشوم یوکسل؟ از دخترم یگان خبری نیست تا حال. عقلم رو گم میکنم. یوکسل اگر کاری کنی که حیات او رو در خطر مانی، تو رو هیچگاه نمیبخشم، هیچگاه. نگران نباش، برای نجات دخترمان همه کار را میکنم. مایلش خانم آرزو، خواستی شما میشود. با من بیا. دختر را صورت گرفته به سودیا روان میکنیم. اینجا بیا. با دختر دست نرسان. با دختر دست نرسان. مرا گوش کن. اصلا دراگی سرده. اینجا بیا. اینجا بیا گفتم. دختر را سرده. مرا رها کنید. اون کودک است. شما وجدان ندارد ابله ها، افلاس ها. زورتان به یک کودک میرسد. آخر زوری هم یک معیار دارد. با دختر دست نرسانید. سگ بچه ها. وقتم رسید. من باید برایم ایسون. تو اینجا باش. خوب شده است. چی شد؟ برای چی استوده یوکسل؟ یگون چی شد؟ هیچ گپ نه. مهم نیست. پیکاس میدونی چی؟ لبای تو همیشه سوالهای عجایب میدهی. گوش میکنم. آیا یگان بار فرزند دار شدی؟ حالا نشدم. تخمین کرده بودم. اگر میداشتی حیران میشدم. چخیر تخمین کردی؟
از روی بی‌رحمیت، بی‌دلیت، بی‌وجدانیت کسی که فرزند داشته باشد، پدری که فرزند داشته باشد مثل تو سنگدل نمی شود. مرا خطا فهمیدی. گفتم که کودک ندارم اما کودکان رو دوست می‌دارم. انا حالا من حیران شدم. در حقیقت کودکان رو دوست می‌دارم اما وقتی که خوراک می‌خورن عصبانی می‌شوم. تو تنها به کار پست قادری. انسان‌ها را تهدید می‌کنی. کودکان را می‌دزدی. همین خیلی نه؟ نجیب چی گفتنی تو به من لازم نیست. اساس عدالت عالی چی میگوید این مهم است. اگر حالا از مردی، جسوری و تندرستی سوال کنم به این سخن میکنی. لیکن وقتی که به دست افتادید یک بار تغییر میابید. اما فراموش نکن که در این محکمه تقابازی و جاربازی نیست. این را خوب میدانی. همین خیلی نه؟ نجیب این خیالاتی تو برای من فرقی ندارد. یا زنده میمانیم یا اینکه میموریم. کاری تقدیر. این نه همه گفته ها. باز بشنو. زنده میمانیم، میموریم، باز اثر نو زنده میشویم. دفتر اعمال گشاده میشود. عملها در نه زمان گذاشته میشود. انا میبینیم کمی بعد آزاد میشویم. این کار نهایت حل میشود. خوب است آقای سودیا؟ نه خوب نیستم نجیب. خوب نیستم. چیکار کردن آن را نمیدانم. چلی که دلتان میخواد ما با شماییم. خداوند یارتان باد. تشکر نجیب. نمیتوانم. یک بار دیگر کوشش کن. یک بار دیگر. مرا اینجا برارید. مایلش. آروم باش. من عکای دیگه نمیآید. دیگر روچم رو نمیبینم. گریه نکن نازنین. آنها میآید. کمتر پیش به من زنگ زدن. در حقیقت میآید. البته میآید. آنها در راهند. مرا فریب میکنید. دروغ میگویید. دروغ. آقای سودیا، آیا کلاهم را برآوردن شرط است؟ اختیار در شما است. اگر گیرید خوبتر می شود. خوب شده است. شما چه کار هستید؟ من 50 سال شد که در این سرزمین خدمت میکنم. وظیفه شما را میپرسم آقای مینیک. غیر از خدمت‌هایم باز کتاب می-نویسم. کتاب این دعوا را هم خواهم نوشت و پول زیاد جمع خواهم کرد. فهمیدم آقای مینیک. وظیفه‌تون چیست میپرسم؟ روزگارتون را با چی میگذرانید؟ آقای سودیا، من 50 سال شد که برای این وطن جانبازی ها میکنم. این جانبازی ها مرا روح تازه و نو میبخشد. من یک کتاب نوشتم و مثل وزن آن انسان هایی که آورده مرا در اینجا حبس کردن. با این وطن نور افشانیدم. طاقتم را طاق نکنید آقای مینیک. یک پروفسوری کلان هستید، لیکن با یک سوال عادی محکمه جواب دادن نمیتوانید. لطفاً وظیفه‌تون را گپ زنید. عنوان پروفسوریم را به شما بخشیدم. من یک انقلابچی با تجربه و مجادله‌گری روشنفکر می باشم. قید کن. وظیفه‌اش پروفسوری نفقه خور. نه، انقلابچیان نفقه خور نمی شوند. آقای سردار، در محکمه این را گفتنیم که به فکر و اندیشه در سلیویری بوده اما رفته دشمن را نیست میکنیم. آقای مینیک، اینجا محکمه می باشد، نه تئاتر مسحکه و مقام ایده ها. طبق حجت و دلیل هایی که بر ما پیشنهاد کرده شده است، مظنونان با جرم های عضو گروه تروریستان و تشویق خلق علیه حکومت ترکیه با سلاح، کمک کردن گروه های تروریستی با سلاح
маҷбуран ҳукуматдоронро бо корҳои ношоям ҳуҷҷатҳои махфии давлатиро истифода бурдан ва фишор ба кормандони адлияву суд тибқи қонуни ҷазои Туркия 314 қисми 2, 313 қисми 1, 319 қисми 1, 371 қисми 3 оиди муҷодалаи зидди террор, қонуни моддаи 5 ва боз тибқи қонунҳои ҷазои Туркия моддаҳои 53, 54, 58 қисми 9 ва 63 як умр талаби маҳбас шудан ва ҷазо додани онҳоро қарор медиҳем. адвокат чӣ мегӯяд? оғои сардор, муваккилони ман бо ҳуҷҷату далелҳои қалбакӣ дастгир шудан ҳамаи радди ин корҳоро аз шумо талаб мекунам. نازنین بیا با تو یک بازی میکنیم. چه خیلی بازی؟ بازی از اینجا بر آمدن. اینجا بیا. حاضی تو از اینجا میگذاریم. بعد میگریزیم. من تو رو میکوبم. فهمم؟ فهمیدم. آفرین. کنی بیا. غیر از پیشنهادهای به سود عالی کردم دیگر پیشنهادهای نداریم. از سود طلب دستگیر کردن مظنونان را داریم. آیا شما عاید این شخصیت ها یگان سخنی دارید؟ ما باوری داریم که عدالت عالی ترکیه قراری حقیقت را میدهد، همش در دست شماست. همه‌اش خوب قید کرده شد. گذشته نمیتوانم نمیشود. در اینجا بازیستم. کنی یک بار دیگر کوشش کن. یک بار دیگر.
یه بار دیگه در دستم تمام برآمد. مایلش راست تمام اینجا فروره. آروم باش آروم من بازی نمیکنم. کنی من بینم هیچ چیز نشده است آروم باش گوش کن یک بار دیگر کوشش کنیم دستم درد میکنن. آشم رو میخواهم. پدرت رو دیدن نمیخوای میخواهم. برای همین حاضر یک بار دیگر کوشش میکنیم مایلش در نتیجه دلیل هایی که به محکمه پیشنهاد شده بود ما افاده های محکوم تکیم بطنای کوبیلای شاهین کیم هینیک رمزیه شنلیک و معمر حاضران را گوش کردیم. طبق دلیل های موجود بوده که به سود عالی پیشنهاد شده است با کودکس پنجم قانون مجادله با ترور محکومان دستگیر شده به جوابگری کشیده می شوند. سود عالی قرارش را برآورد. چرا این کارو کردی یوسف؟ من نفهمیدم. یا توبه این چه قرار بود؟ از این پس آقای یوکسل نامی خود را در تاریخ نوشت. آدمی ناترس بوده است. آفرین کنی تسلر آفرین اینجا بسیار بلند است. من پریدن نمیتوانم. بسیار بلند است. نمیتوانم. نازنین نمیتوانم. مرا فرارید. مایلش تو رو میفرارم. کنی آهسته مرا فرارید. پسر فرارید. من آجم رو میخواهم. آروم باش نازنین اونها ما رو میشنوند. یک بار دیگر کوشش میکنیم کنی بیا کنی زودتر. من این محکمه را نمیشناسم. این قرار سیاسی می باشد. این محکمه بازیچه سیاستمداران است. در جای چین به تربیه این قرار را بیکاره میکنیم آقای قاضی. مرحمت عالی جناب. با کجایی که میخواهید مراجعت کنید. این دولتی حقوق بنیاد است. مندو دانستگیر که یافتن دختر آقای یوکسل در گردنمان قرض است. انشالله میکنیم. برای اونا خوراک آوردم. در رو کشو. تو هم ترسونچک بوده ای. کشو در رو کشو. میترسم. تیزتر ناز یک بار دیگر کوشش کن. در اینجا چی گرز گرز.
آرام بایست. از جهت نجوم. و تو بگویم. دختر گوره اکنون با من هر کاری خواهد کرده دمت را گیر. میبخشید آخر مراتب با موکلانم صحبت کردم میخوام اجازه میدهید؟ البته. آخر تو گفته بود که همه کارها حل شده است. نفری به نزد پلیس رفته است گفته است که مرا تهدید کردن. شما نمیدونید تو خلاص شدنم چقدر عذاب کشیدم. میخواهم سودی عذابی زیاد کشد. این را دیدن میخواهم. سری دخترش را با او روان کنید تا که عقلش در آید. نگران نباشید جوابی همه اینها رو میدهم. من میروم. تشکر آقای مامور. در اعتماد داشتنت به سود عالی حق بوده ای پیکاس. به فکرم دیگر در این مسئله شبهه پیدا نخواهد شد. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ تیموس مرا از اینجا ببرید. تیموس توبه کنی بیا اوپا تستر از کفای این ماشین شو. دخترم تو از کجا میوی؟ باید پدرم زنزنم. رقمش رو میدونی؟ بیا چقدر اون آدمان رو محکم میکنی یوکسل. حیاتی دخترمون باز هم خطرناکتر شد. دخترمون رو پیدا میکنیم. وعده میدیم. فهمیدی؟ خدایا تو ما رو یاری ده. بگمانم که حالا بیکار نیستی. ببخشید. الو دخترم. پدر من از دست آنها گریختم. چه شد یوکسل؟ نازنین از دست آنها گریخته است. دخترم در کجایی؟ من نمیدونم پدر. تیسر اومده مرا گرفت. التماس. دخترم در کجا هستی؟ تلفن رو از کجا گرفتی؟ یک دمک مرا به ماشینش سوار کرد. در کجا بودنش رو بود؟ یک دقیقه ایستایسون. دخترم در کجایی؟ من زود به نزدت میآیم. سراغش رو گرفت. در حال میروید. حرامه شدم. خم شو دخترم. خودت رو احتیاط کن. من نمیتونم پدر. تلفن رو به همه کده زود.
پرانه ایستادن از پسمون آدم‌هایم. میپرانند؟ چه خیلی میپرانند؟ آنها را تعقیب دارند. آمده. من از امنیت نجیب یلمز. با کسی من میتونم. من مصطفی کبابپز. حالا در کجا میباشد؟ در بیکوز در دهه اکبابا. آدمان از پس ما تعقیب دارند. زود باشد زود. پسر با پلیس خبر دید. من حاضر میآیم. شما در اینجا ایستید. من میبرایم. التماس ما هم رویم. خانم ایسون با شما وعده میدیم که دخترتان رو صحت و سلامت میآورم. اکنون چی کار میکنیم ما؟ اکا ما با کجا آمدیم؟ این زن با کجا میرود؟ از کجا دانم خیری، از کجا دانم؟ با کجایی که روند ما هم از پسشان میرویم. بدتر میفهمیم. چی خیلی دختر گریخت؟ احمق ها. ما از پس دختر هستیم. ثابت چی؟ در همون جاست. اون دختر رو حتما یابید. نگران نباشید. سردار امنیت نجیب یلمز باید مطارات را گیرم. خوب شده است سردار. شد صدایت رو بلند نکن. حاضر پلیس میآید. کجا شدند آنها؟ رفتیم در یک پیمان میشیم. رفتیم. خطا میکنی آرزو. این تو نیستی. تو شخصی نیستی که با این آدم ها همکاری کنی. دمت رو گیر. من کودک 5 ساله نیستم. تو یگان ذره فکر میکنی که انسان با مرور زمان دیگر میشود. در جای است. برای یگان کار دیر نیست سیده. من برادر تو هستم. برای تو آمادم تمام کارا کنم. از تو یگان چیز نمیخواهم. مکانی دختر رو قبضن تمام. او گریخت. با کجا؟ نمیدونم. اگر دونم هم نمیگویم. اکای ثابت. تسراغت کنی زودتر به پیش رو. برادر بعد های اکبابا چه روم؟ همین خیر راست رفتن گیرید. از نزدتان دو راه هم میبراید. به طرف دستی راست گردید. تشکر زیاد. اکای ثابت. بعد چندین سال وا خوردیم. اما متاسفانه هم دردی نداریم. سلامت باشی اکای ثابت. آرزو این کارو نکن. برای من یکان فرقی نداری. سلاحات را پرتاب. اوه
рафиқат ҳам омадааст. سلاحات را پرتا گفتم. یگید تو کاردار نشو. چرا کاردار نشوم ثابت؟ ҳардуятон хомӯш истед. کارت تمام شد آرزو. خاطر یک ثابت را نمیبینم، در پیشانیت میپرانم. ба худо рост мегӯянд. силоҳатро парто гуфтам. اول تو پرتا. نکن یگید. سلاحات را پرتا. سلاحات را پرتا. мурдарав. نکن! Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Khudaya. Yüreğimizle sevdik. Dileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık.